و موفق ترین زن و شوهرها است که به اصطلاح ملامتی همدیگر را بپذیرن، از همدیگر معذرت خواهی بکنن، همدیگر را عفو بکنن، کوتاه بیاین در این موارد. من مثال دیگر براتون بدم. روزی پیامبر خدا در خانه نشسته، یک ظرف غذا یک کس آورد برای رسول صلی الله علیه و سلم. از فرض کنید از خانه یکی از همسران پیغمبر ظرف غذا آمده باشه، مثال میگم. ام المؤمنین عایشه ظرف غذا رو میگیره، بروی خشم و غضب میزنه به زمین که تکه تکه میشه می ظرف غذا، با همون غذا میزنه به زمین. او هم بشری بوده، انسانی بوده. اینطور نیست که فقط همسر پیغمبر باشه دیگه بگیم هیچ اشتباه و خطا نمیکنه. او هم انسانی بوده، مرتکب اشتباه و خطا میشده. ظرف غذا رو میزنه به زمین که توته توته میشه. پیامبر صلی الله علیه و آله اینجا نشسته، لبخند میزنه به او، میگه به اصطلاح معلوم میشه کسی دیگه هم در اونجا بوده باشه، میگه مادرتان قهر شده، ناراحت شده. یک چیزی گاه وقتی اگر در خانه خانم گلاس بر میداره میزنه به دیوار که توته توته میشه.